خوردن شیر واسه پوکی استخون خوبه یا نه؟ سلام، دکتر خردمندی هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. تو جدیدترین ویدیو از کانال یوتیوب من میخوام درباره این موضوع بسیار مهم با شما صحبت کنم که از بقال سر کوچه بگیر تا پزشکای عمومی خیلی اعتقاد دارن که شیر بخورید پوکی استخون میگیرید. یه دیگه میگن نه، شیر بخورید پوکی استخون نمیگیرید یا دیرتر میگیرید. بریم ببینیم که کدوم یک از این حرفا درسته. و قبل از اینکه این ویدیو شروع بشه لطف کنید سابسکرایب کنید، دنبال کنید کانال یوتیوب من رو. اگر تازه به کانال من آشنا شدید اون زنگوله کنار اسم من رو فعال کنید، روی آل بذارید که به محض انتشار ویدیوهای علمی و پزشکی جدید خیلی سریع با خبر بشید و بتونید اونا رو تماشاشون کنید. اجازه بدید همین اول ویدیو درباره پوکی استخون یه خورده صحبت کنیم، چون باید بفهمیم که اصلا پوکی استخون یعنی چی. پوکی استخون در زبان انگلیسی اسمش هست اوستئوپورزیس که اوستئو در لاتین یعنی استخوان، پورزیس یعنی سوراخ سوراخ شدن، حفره حفره شدن. خب الان یه چیزایی تو ذهنتون شکل گرفته، احتمالاً میگید یعنی استخون ما حفره حفره میشه. خب هم آره هم نه. الان توضیح میدم بهتون. ببینید پوکی استخون یعنی از بین رفتن ساختار بافت استخوان که دو تا حالت برای این ماجرا هست. یا باید توده وزنی بیاد پایین یا مواد معدنی بافت استخون کم بشه یا از بین بره، که این دو مورد خیلی داستانهای زیادی دارن و بچه‌های پزشکی در علوم پایه اینو کامل مطالعه میکنن در آناتومی و بافت‌شناسی. ولی به طور خیلی خلاصه و عامیانه بگم، یه جای ممکنه که مواد معدنی داخل بافت استخوان کم بشه و کلسیوم، یه جایی هم ممکنه که اصلا وزن این بیاد پایین بنا به دلایل مختلف که اصلا خود کاهش مواد معدنی میتونه توده وزنی رو هم کم کنه. حالا چون مطالعات مختلف نشون دادن که هورمون‌های داخل بدن و انجام ورزش‌ها خیلی اثر بیشتری دارن نسبت به تغذیه، ولی خب اینجوری استنباط نکنیم اصلا تغذیه رو بذاریم کنار بچسبیم به ورزش کردن و حواسمون به هورمون‌های بدنمون باشه. نه، اصلا منظور من این نیست. منظورم اینه که اینکه صرفاً ما تکیه کنیم بر تغذیه خودمون قرار نیست که بافت استخونتون رو خیلی تقویت کنه. حالا چرا کلسیوم اینقدر مهمه؟ یعنی کلسیومی چیکار داره میکنه و چرا اصلا هضم میشه از محیط؟ بدن ما وقتی میبینه که یه جاهایی نیاز مبرم داره به کلسیوم، میاد چیکار میکنه؟ از استخون سالم کلسیوم رو میکنه. به اصطلاح خیلی دارم صحبت عامیانه میکنم ولی واقعا یه جوری انگار داره میکنه از اینجا و میبره میفرسته کجا؟ جایی که نیاز هست. مثلا کجا؟ عضلات ما به کلسیوم نیاز دارن که منقبض بشن و حالا این کار رو هی ادامه بدن. به خاطر همینه که استخوان ممکنه که از این حالت سمت چپ تبدیل بشه به حالت سمت راست. تبدیل شه به حالت سمت راست و از یه طرف دیگه خیلی از کلسیوم ها هم ممکنه از ادرار ما دفع بشن. اگر کلسیوم خیلی کم بشه ساختار بافت استخوان خیلی شکننده و ظریف میشه به اصطلاح و به راحتی این حفره ها میتونن بیشتر و گسترده تر بشن. پس حالا فهمیدیم که چرا کلسیوم اینقدر مهمه تو پوکی استخوان. پس همین الان یه نکته خیلی جالب متوجه شدیم. بدن ما پس به کلسیوم نیاز داره. یعنی این چیز بدیهیه، یعنی هیچکی نمیتونه زیر این موضوع بزنه بگه که نه بدن ما کلسیوم نمیخواد. استخوان شما حتما نیاز داره به کلسیوم و سایر مواد معدنی. یه ماجرای قبلا بوده و هنوزم هست متاسفانه، میگن آقا پروتئین زیاد نخورید پوکی استخون میبره بالا. ولی جالبی که تو مطالعات خیلی زیادی اشاره شده که این حرف اشتباهه یا اصلا پای اساس علمی به اون صورت نداره.
پایش از کجا بود اصلا این ماجرا شروع شد؟ میگن که آقا وقتی شما پروتئین زیاد مصرف میکنی، اون پروتئین داخل بدن بخواد تجزیه بشه و هضم بشه، محیط بدن میشه اسیدی و از اونجایی که خب اسید خورنده است، استخوان رو میخوره به اصطلاح و میگن که خب شما پروتئین کمتر مصرف کنید که استخوان خورده نشه. یکی این داستانه. مورد بعدی این که میگن که کلسیوم رو استفاده میکنه بدن که محیط قلیایی ایجاد کنه که اسیدیته پروتئین زیاد رو بیاد دفع کنه یا خنثی کنه. تو مطالعه‌ای که الان تیترش رو دارید اینجا میبینید، یک مطالعه‌ای که انجام دادن روی مقالات زیادی دیگه، که مثلا فکر کنید 200 تا مقاله پژوهشی خوندن این محققینی که اسمشون اینجاست و به این نتیجه رسیدن که من این نتیجه رو این پایین آوردم که میگن آقا ما در واقع چیز خاصی ندیدیم، یک سند و گواهی خاصی ندیدیم که عارضه منفی داشته باشه پروتئین زیاد روی بافت استخوانی. اتفاقا دیدیم که تو مطالعات مختلف پروتئین زیاد میتونه بافت استخوان رو تقویت کنه و از همه مهمتر وقتی ما میخوایم بافت استخوانمون رو قوی تر کنیم به پروتئین، فسفر و ویتامین K2 نیاز داریم. به خاطر همینی که الان متوجه شدید چرا روی خیلی از لبنیات مثل ماست توی بازار میذارن حاوی ویتامین K یا D. خب اینا خیلی مهمن و از جنبه تبلیغاتی دارن مانور میدن که بگن آقا ما مثلا لبنیاتمون خیلی بهتر و کاربردی تره. حالا ایشالا که همین باشه. حالا لبنیات با پوکی استخوان داستانش از کجا شروع شد؟ یه مطالعه‌ای من پیدا کردم، امثال این مطالعه زیاده ولی انگار اصل ماجرا از اینجا شروع شد که در سال 1997 تقریبا میشه گفت 30 سال گذشته، یه عده‌ای اومدن یه مقاله کار کردن که حاصل زحمت 12 سال بود. اومدن چی کار کردن؟ کلی آدم رو جمع کردن، گفتن آقا شما مثلا این پروسه مصرف شیر و لبنیات رو انجام بدید و اومدن روی استخوان‌های اون افراد مطالعه کردن که اینجا یه خورده اگر ببینید هست می نوشته 77761 زن اومدن رو این تعداد بسیار زیاد بررسی کردن و نتیجه این مطالعه اینجوری بود که گفتن آقا ما ندیدیم که طرف لبنیات رو بخوره پوکی استخوانش کمتر میشه. خب این خیلی نقدای زیادی داشت که حالا جا نمیشد تو این ویدیو من بخوام همه رو بگم، ولی خلاصه حرف محققین منتقد به این مطالعه این بود که آقا شما علت و معلولی بررسی نکردی، صرفا گزارش دادی. خب چیکار کردن اونا؟ یعنی افرادی که منتقد این داستان بودن گفتن که آقا ما میایم یه سری مطالعاتی انجام میدیم به اسم بلایند کلینیکال ترایال. بلایند در لغت یعنی نابینا و منظور از این واژه در مطالعات تحقیقاتی اینه که فردی که داوطلب میشه برای اون پژوهش و تحقیق نمیدونه که داره واقعا مثلا شیر واقعی رو میخوره یا یک ماده شبیه به شیر، مثلا یه آب رو گرفتن رنگش کردن یه جوری کردن شبیه شیر بر مثال. اومدن اینجوری بررسی کردن و حالا نتیجه یه خورده علمی تر شد و دیدن که شیر و لبنیات تأثیر خوبی دارن برای پوکی استخوان، برای درمانش و حتی جلوگیری ازش و به خصوص شیری که داره ویتامین دی هست و اینم خب الان توی بازار بعضی جاها ما میبینم مثلا میزن لبنیات حاوی ویتامین دی یا شیر حاوی ویتامین دی یا D3 یا این داستانا. پس داستان میگم از این ماجرا شروع شد و الان بیشتر مطالعات به این زمینه داره گرایش پیدا میکنه که آقا شما لبنیات رو مصرف کنید برای پوکی استخوان خیلی خوبه و همین. یعنی کل ماجرا میگم از این داستانا شروع شد و هنوز که هنوزه من مطالعات رو میبینم علت و معلولی بررسی نمیکنم، یه سری گزارش میدن آقا ما اینو دیدیم نشد. خب میگم هر جا شما علت و معلولی رفتی جلو خب درسته حرف و مطالعات زیادی الان هست و منتشر شده که میگن لبنیات مصرف کنید پوکی استخوانتون
بهتر میشه یا اصلا جلوگیری میشه از این صحبت ها. و در نهایت مصرف لبنیات رو جدی بگیرید، صرفاً بسنده نکنید به این صحبت ها، به یه پزشک عمومی بسنده نکنید، تحقیق کنید خودتون. من اصلا میگم این ویدئویی که من دکتر خردمندی درست کردم من بذارید کنار، برید خودتون مطالعه کنید. اگر سواد انگلیسی هم ندارید یا متوجه نمیشید عیب نداره، برید اصلا باز کنید با گوگل ترنسلیت اصلا برید جلو، عیب نداره. به نظر من اصلا این همه ابزار هست که ما مطالعه بهتری داشته باشیم و علمی تر به این قضیه نگاه کنیم. من که خودم تو سبد غذاییم همیشه هست شیر و لبنیات دیگه. حالا یکی محلی مصرف میکنه، یکی دیگه کارخونه‌ای مصرف میکنه. در صورت مصرفتون رو داشته باشید و کلن کنارش نذارید، مگر اینکه بیماری خاصی داشته باشید و نتونید اصلا شیر مصرف کنید یا لبنیات مصرف کنید، اون داستانش اصلا جداست. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر مفید بود، خوشتون اومد، با دیگرانم به اشتراک بذارید و لایک هم فراموش اصلا نشه، چون بر اساس لایک های شماست که یوتیوب این ویدیو رو برای دیگران هم پیشنهاد میده. واسه هم بنویسید چه چیزایی دوست دارید براتون بسازم. قبل از اینکه این ویدیو رو تموم کنیم یه لینک پلیلیست ویدیوی علمی پزشکی میدیم بالا سمت راست، روش کلیک کنید. کلی محتوا ساختم که به دردتون ممکنه بخوره. در آخرم تو تیتراژ 2 تا ویدیو نمایش داده میشه که اونا رو هم میتونید ببینید و استفاده کنید. امیدوارم که تنتون همیشه خدا سالم باشه. تا ویدیوی جدید شما رو به خدای بزرگ میسپارم.